سرخط خبرها. امضای 5 توافقنامه تولید برق در کشور. ارزش مجموعی این پروژه ها حدود 463 میلیون دلار گفته شده است. که برقی د قانون برخولري په کلو کې او د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې عملاً ګټې اخیستنې ته چمتو شي. افشاگری خلیلزاد درباره معامله اسلام آباد با واشنگتن. او گفت که پاکستان پس از 11 سپتامبر خود را به امریکا کرایه داده بود. روابط یک کشور بزرگ تعریف درست نشد. تاکید امارت اسلامی بر مبارزه جدی علیه فساد. حمدالله فطرت میگوید سطح فساد به طور قابل توجه کاهش یافته است. و واکنش ایران به سفر نتانیاهو به امریکا. علی لاریجانی درباره نقش تخریبگر نتانیاهو در مذاکرات هسته‌ای هشدار داد. اگر اشتباهی بکنم حتما پاسخی خواهند گرفت که تا به امروز نه دیده‌اند و نه تجربه کردند. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز چهارشنبه 22 دلو 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 11 فبروری 2026 میلادی. مشروع خبرها. توافقنامه آغاز کارعملی 5 پروژه تولید برق میان شرکت برشنا و عزیزی گروپ در کابل امضا شد. عبدالحق همکار رئیس شرکت برشنا گفت که ظرفیت مجموعی این 5 پروژه 845 مگاوات است و سرمایه گذاری کلی روی آنها حدود 463 میلیون دلار خواهد بود. گزارش از نستر نمیری. توافقنامه آغاز کار عملی 5 پروژه تولید برق میان شرکت برشنا و عزیزی گروپ با حضور مقامات ارشد امارت اسلامی و سرمایه گذاران در مراسم در کابل به امضا رسید. این پروژه ها شامل 3 پروژه برق آفتابی در نقلوی کابل، باریکاب پروان و ولایت غزنی و 2 پروژه برق حرارتی در ولایت‌های تخار و بغلان است. به گفته عبدالحق همکار رئیس شرکت برشنا، ظرفیت مجموعی این 5 پروژه 845 مگاوات است و سرمایه گذاری کلی روی آنها حدود 463 میلیون دلار خواهد بود. آقای همکار گفت که پروژه های برق آفتابی در ظرف 2 سال و پروژه های برق حرارتی در ظرف 3 سال تکمیل خواهند شد. نن د برېښنا د تولید د 5 پروژو قراردادونه چې ټاکل شوی ده کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار ولایتونو کې پالیسي د لاندې معلوماتو له مخې لاسلیک کیږي. در این مراسم میرویس عزیزی رئیس شرکت های عزیزی اجرای این پروژه ها را گام مهم به سوی خودکفایی افغانستان دانست و برق را کلید اصلی توسعه اقتصادی افغانستان خواند و افزود که سرمایه گذاری در بخش برق می تواند مشکلات مردم را کاهش دهد و جذب سرمایه گذاری بیشتر در کشور را تسهیل کند. هغه مهم و اساسي شی د یو مملکت چې انرژي او برق ده هغه اساسي او مهم شی د یو ملک ده. نو که برقی د قانون برخولري په کلو کې سرخاني خلک جوړي دا میوه او ترکاری چې په یو موسم کې د دهقان حاصلات راټولوي او دا په د قیمت ځکه سره راټیټیږي. هدایت الله بدری وزیر معدن و پترولیم نیز اعلام کرد که کار پروژه تاپی در ولایت هرات به خوبی پیش می رود و تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد و سرمایه گذاران را به مشارکت در بخش استخراج معدن افغانستان تشویق کرد. محمد یونس آخوندزاده وزیر انرژی و آب نیز بیان کرد که تلاش های مشترک امارت اسلامی و بخش سکتور خصوصی خودکفایی افغانستان را تسریع کرده و ثبات قانونی فرصت برای سرمایه گذاری است. اوس مهال د ټاپي پایپلاین د هرات برخې ساختماني کارونه ډیر ښه روان دي او تمه لرو چې له مهالویش سره سم د روان میلادي کال تر پایه بشپړ او د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې عملاً ګټې اخیستنې ته چمتو شي. اوس د دې وخت راغلی دی چې په څه طریقه ملک خودکفا کو د خلکو د احتیاجات یې وساتو. انشاءالله دا وخت مو راغلی دی. دا ارمان به هم انشاءالله د افغانانو پوره کېږي. موږ د دې ځایه د خپلو ورونو ټول افغانانو ته وایو
اطمینان ورکړو چې د اسلامي امارت او د خصوصي سکتور د تجارانو د دوی کوم تعهدونه چې موږ وینو ان شاء الله العزیز د دوی به هغه ارمانونه چې دوی په زړه کې لري هغه به پوره کیږي. پیشتر تفاهمنامه برای تولید 10,000 مگاوات برق به ارزش 10 میلیارد دلار میان وزارت انرژی و آب و عزیزی گروپ در کابل امضا شد. رئیس عزیزی گروپ اعلام کرده بود که این پروژه قابلیت ایجاد اشتغال برای حدود 150,000 نفر در سراسر کشور را دارد. پس از اظهارات وزیر دفاع پاکستان درباره اشتباه بودن دخالت کشورش در جنگ‌های افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان گفته که پاکستان پس از 11 سپتامبر خود را به امریکا کرایه داده بود. خلیلزاد تصریح کرده که پاکستان در بدل همکاری با امریکا در عملیات‌هایش در افغانستان کمک نظامی و مالی دریافت کرده است. گزارش از اناهیتا اندر. پس از اظهارات اخیر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان درباره اشتباه بودن دخالت کشورش در جنگ‌های افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان با اشاره به گفته‌های او تصریح کرده است که پاکستان پس از 11 سپتامبر خود را به امریکا به کرایه داده بود. با گفته خلیلزاد، پاکستان در بدل همکاری با امریکا در عملیات‌هایش در افغانستان کمک‌های نظامی و مالی دریافت کرده است، اما همزمان به افرادی که علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان می جنگیدند پناه می داد و تاکید کرده است که باید روشن شود آیا این رفتار بخش از یک بازی دوگانه بوده و پاکستان در مقابل آن از قدرت دیگری نیز امتیاز گرفته است یا خیر. پاکستان یو مزدور غلام او کراکش مملکت ده او هر څوک چې دوی ته ډېرې پیسې ورکړي د هغو ښه مزدوري کوي. د دوی غلامي پس له 11 سپتمبر نه معلومه شوه کله چې دوی د کراچۍ لار د ناټو په خدمت کې ورغله او د جیکاب میدان یوویی امروز سپاره. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که سیاست پاکستان در قبال افغانستان بسیار پیچیده و جنجالی است. آنان تاکید کردند که پاکستان در سالهای اخیر چندین بار در امور داخلی افغانستان مداخله کرده و با ایجاد بی‌ثباتی در منطقه نفوذ استراتژیک خود را دنبال کرده است. آنها هشدار دادند که این اقدامات خطر بزرگی برای منطقه خواهد بود. پاکستان د سیمې نامنۍ لپاره کار کړی دی. د تحلیلونو په دې برخه کې موجود دي چې او شواهد موجود دي چې پاکستان پوځي استخباراتي تګلاره په تاریخي ډول د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کړې ده ترڅو خپل استراتیژیک نفوذ وساتي د هند مقابله لپاره. امریکا عالی پشت پاکستان خالی کرده، در موضوعات بزرگ از پاکستان قرار داره. با لحاظ باید تو یک مملکت روابط یک کشور بزرگ تعریف درست نشد. فکر میکنم آره اینا در یک حالت تذبذب قرار دارند. پیش از این خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته بود که مداخله پاکستان در جنگ‌های گذشته افغانستان اشتباه بود و پیامدهای ناگواری برای اسلام آباد به همراه داشته است. آصف در نشست پارلمانی اظهار داشته که دو دیکتاتور نظامی پیشین پاکستان نه برای اسلام بلکه برای خشنود ساختن یک ابرقدرت وارد جنگ افغانستان شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به نشر گزارش‌ها در مورد فساد در افغانستان میگوید که گام‌های مشخص برای از بین بردن فساد اداری و ایجاد شفافیت برداشته شده است. به گفته وی سطح فساد به طور قابل توجهی کاهش یافته و دستاوردهای خوبی نیز در این زمینه وجود دارد. متاسفانه ځینې نهادونه چې په افغانستان کې نمایندګي او حضور نه لري د میداني څېړنو او موثقو منابعو پر ځای اټکلي قضاوتونه کوي چې دا دقیق نه دي. موږ هیله کوو دوی راسي او وګوري چې اسلامي امارت د اداري پروسیجرونو په ساده کولو د فساد له منځه وړلو او شفافیت رامنځته کولو لپاره څومره مؤثر او اغیزناک کار کړی. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان میگوید که با اجرای سیاست‌های معقول پولی ارزش افغانی در یک سال گذشته 14% در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار افزایش یافته است. او افزایش صادرات، وجود شفافیت، تطبیق پروژه‌های انکشافی در کشور و جلوگیری از قاچاق پول را از دلایل اصلی این کار دانست. په تیر یو کال کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې خصوصا د امریکایي ډالر پر وړاندې څه باندې 14% ارزښت لوړ شوی دی چې دا د افغانستان بانک له لوري د معقولو پولي سیاستونو د تطبیق ښکارونه کوي. و در خارج از کشور پس از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره نقش تخریبگر نتانیاهو در مذاکرات هسته‌ای هشدار داد و از امریکا خواست اجازه ندهد نخست وزیر اسرائیل بر چارچوب مذاکرات هسته‌ای تاثیر بگذارد.
علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران 4 روز پس از مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و امریکا در عمان وارد مسقط شد و در دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان راههای دستیابی به یک توافق هسته‌ای متوازن و عادلانه را بررسی کرد. او سپس در گفتگو با تلویزیون عمان تاکید کرد که مذاکرات تهران و واشنگتن تنها به موضوع هسته‌ای محدود بوده و ایران درباره مسائل دیگر مذاکره نکرده است. او گفت مرحله پیش رو میتواند با نوع بازآرایی سیاسی هموار شود. علی لاریجانی همچنین در صفحه اکس خود با انتقاد از نقش اسرائیل در روند مذاکرات هسته‌ای نسبت به تاثیرگذاری بنیامین نتانیاهو بر این مذاکرات هشدار داد و از امریکا خواست با هوشیاری عمل کند. واشنگتن نباید اجازه دهد نتانیاهو با فضاسازی سیاسی و تبلیغاتی چارچوب مذاکرات هسته‌ای را تحت تاثیر قرار دهد. امریکا باید نسبت به نقش تخریبگر نخست وزیر اسرائیل در این مسیر هوشیار باشد. لاریجانی همچنین گفت که در دور بعدی ایران در صورت وارد مذاکرات می شود که مذاکرات واقع بینانه و مبتنی بر اصول مشخص انجام شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اظهار داشت که ایالات متحده به ایران اجازه نخواهد داد تسلیحات هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک داشته باشد. او اشاره کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق اقدامات بسیار شدید علیه تهران انجام خواهد شد. ما یک ناوگان جنگی را به آنجا فرستاده ایم و ممکن است ناوگان دیگری هم اعزام شود. در حال فکر کردن به اعزام یک گروه ضربتی دوم در کنار ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و گروه رزمی آن شامل جنگنده ها، موشک های تاماهوک و تعداد شناور هستیم. در مقابل امیر حاتمی فرمانده کل ارتش ایران گفت که نیروهای امنیتی کشورش در آمادگی دفاعی بالاتری است و اگر امریکا اشتباهی کند پاسخ خواهد گرفت که تا به امروز نه دیده و نه تجربه کرده است. ما در آمادگی دفاعی بالاتری هستیم و اگر اشتباهی بکنم حتما پاسخی خواهند گرفت که تا به امروز نه دیده‌اند و نه تجربه کردند. این تحولات نشان می‌دهد که همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، فضای سیاسی و نظامی پیرامون مذاکرات همچنان پرتنش است. ایران بر ضرورت دستیابی به توافق متوازن و عادلانه تاکید دارد و در مقابل امریکا با تکرار خطوط قرمز خود و نمایش قدرت نظامی بر فشار حداکثری در صورت شکست گفتگوها پافشاری. اکنون نگاه‌ها به دور بعدی گفتگوها دوخته شده است و باید دید آیا تهران و واشنگتن می‌توانند از میان سایه تهدیدها و فشارهای سیاسی راهی به سوی توافق پایدار باز کنند. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.